در پایان گردهمایی که دیروز در بیجینگ میان وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شد، یک اعلامیه مشترک صادر شد. در این اعلامیه از طالبان خواسته شد که هرچی زودتر به گفتگوهای صلح بپیوندند. همچنین وزیر خارجه چین گفت که افغانستان و پاکستان با هم موافقه کردند که روابط خود را در آینده نزدیک ممکن بهبود میبخشند و موافقه کردند که از اجازه نمیدن به گروه یا کدام نیرویی که از خاک این دو کشور علیه همدیگر استفاده کنند. خب تا کنون واکنش طالبان به این پیشنهاد معلوم است یا نه و اگر در گذشته بنگریم طالبان چه شرطی داشتند که روی میز بشینند؟ هنوز طالبان کدام موقف رسمی خود در برابر این تقاضا اعلان نکردند، اما در گذشته رهبران طالبان همیشه از گفتگو با دولت افغانستان انکار کردند، اما با این هم نمایندگانشان به گردهمایی‌های در اروپا و در توکیو رفتند و گفته میشه که تماس‌های داشتند با برخی از مقامات افغانستان به ارتباط صلح. اما شرط اساسی اونا که میگن ایست که تا که نیروهای خارجی در افغانستان باشه به گفتگوی صلح حاضر نمیشه. طور مشاهده می شود در این اواخر چین هرچی بیشتر به قضیه افغانستان کشیده می شود و فکر میکنید چرا چین می خواهد که در افغانستان صلح و ثبات برقرار شود؟ چین اصلا در صدد گسترش نقش دیپلماتیک و سیاسی خود در منطقه است. چین یک پروژه بسیار بزرگ اقتصادی در پاکستان داره به نام دهلیز اقتصادی که او یک سرک و یک شاهراه است که از شمال پاکستان تا به بحر هند در گوادر میرسه و چین در صدد است که افغانستان هم در این پروژه شامل شود و از طریق شامل شدن افغانستان با این پروژه راه چین به کشورهای آسیای میانه و اروپا هم باز شود. دیگه ایست که چین از فعالیت گروه‌های تندرو در منطقه نگران است، خصوصا تنظیم ترکستان شرقی که گفته میشه که افرادش در افغانستان و در پاکستان فعالیت دارند.